بعد از کفر بزرگترین گناه شکستن دل مردم هست، خواه مسلمان باشه خواه کافر باشه. دل رو نشکنیم، چون ممکنه اون دل محل تجلی خدا باشه، محل محبت الله باشه. نگاه به این دلهایی که از دست ما داره میشکنه نمی کنیم و اصلا اینو گناه نمیفهمیم. بعد از کفر بزرگترین گناه شکستن دله. حالا دل عامه مسلمان ها به جای خود، دل پدر چقدر میشکنه از دست فرزند، دل مادر چقدر میشکنه، دل همسایه از همسایه چقدر میشکنه، دل استاد میشکنه. گاهی وقتا میبینید دل شاگرد دل استاد میشکنه، فرزند دل مادر میشکنه. بعد تو اون جامعه میخواد خیری باقی بمونه، خوبی باقی بمونه.